اگه خواستی پیش کسی بری از پرپوزیسیون یا حرف اضافه zu استفاده کن. مثلا ich gehe zum Arzt یا ich gehe zu علی. اگه میخوای سر کاری فعالیتی بری باز هم میتونی روی zu حساب کنی. مثلا ich gehe zum Sport ich gehe zum Essen. همچنین اگه خواستی به یه سازمانی نهادی بری میتونی از این zu استفاده کنی. مثلا ich gehe zur Schule ich gehe zur Uni. اگه خواستی به سمت خیابونی بری باز هم میتونی از zu استفاده کنی. مثلا ich gehe zur Müllerstraße. و اگر هم خواستی به فرودگاه یا به راه آهن بری بازم zu در خدمت شماست. Ich gehe zum Flughafen ich gehe zum Bahnhof. این بزرگوار همچنین میتونه منو تو خونه نگه داره. مثلا ich bin zu Hause یا ich bleibe zu Hause. توضیحات بیشتر درباره این حرف اضافه یا پرپوزیسیون رو تو کپشن براتون هدیه گذاشتم. بخونید، حالشو ببرید.